سلام همراهان عزیز، امیدوارم همگی خوب و سلامت هستید. چون هر وقت لطفاً دفتر و روشکه خود را فراموش نکنید. ما رسیدیم به روز هشتم موفقیت و روز هشتم موفقیت پیش از همه به خودتان معاش دهید نام دارد. یعنی به خودتان حتما معاش دهید. دکلمان استیون، یکی از سخنوران بسیار موفق، میگوید که بخش از تمام آنچه که به دست می آورید مال شماست که آن را پسنداز کنید و اگر شما نتوانید پول پسنداز کنید جوانه های بزرگ در شما وجود ندارد. براین تریسی در ادامه این گفته میگوید که همین امروز تصمیم بگیرید که میخواهید حداقل 10% درآمدتان را در سراسر زندگیتان پسنداز و سرمایه گذاری کنید. 10% از درآمدتان را بردارید و آن را در حسابی خاص بریزید تا پسنداز شود. حقیقت این است که اگر شما ماه $100 در سراسر زندگیتان پسنداز کنید و این پول به طور میانه 10% در سال فایده برایتان داشته باشد، هنگام بازنشستگی بیش از $1,000,000 پسنداز خواهید داشت. این به آن معنی است که هر کس، حتی افرادی با معاش میانه، مدتی طولانی و از آغاز جوانی شروع به پسنداز کردن کند، در زمینه کار خود ثروتمند خواهد شد. عادت کردن به پسنداز و سرمایه گذاری طولانی مدت آسان نیست و به عزم و اراده قوی احتیاج دارد. شما آن را باید به عنوان یک هدف در نظر بگیرید، آن را یادداشت کنید، طرح بریزید و تمام وقتا روی آن طرح کار کنید. ولی وقتی این کار شروع شد و به قول معروف کلید خورد و خودکار شد، موفقیت مالی شما عملا تنظیم می شود. صرفه‌جویی، یعنی صرفه‌جویی و باز هم صرفه‌جویی، خود را در همه چیز تمرین کنید و یاد بگیرید. حتی در موردی هر مبلغ ناچیز نیز دقیق باشد. درباره هر هزینه سوال کنید. هر تصمیمی مهم خرید را برای حداقل 1 هفته با 1 ماه به تأخیر بیاندازید. وقتی تصمیم خرید را به تأخیر میاندازید، تصمیم شما بهتر خواهد بود و قیمت خرید نیز مناسب تر خواهد شد. یکی از دلیل‌های اصلی که بعضی از مردم به هنگام بازنشستگی فقیر و دستتنگ هستند این است که آنها از روی هوس خرید کردند. آنها هر چیزی را که ببینند و دوست داشته باشند با کمترین تفکر خرید میکنند. آنها پول قانونی به نام قانون پارکینسون را خوردند. این قانون میگوید هزینه ها را بالا ببرید تا به درآمد برسید. یعنی مهم نیست که چقدر درآمد دارید، شما باید زیاد خرج کنید و کمتر پسنداز کنید. به این ترتیب هرگز در زندگی پیش نخواهید افتاد و از شر این کار نجات پیدا نخواهید کرد. شما نباید گول قانونی پارکینسون را بخورید. اگر نمیتوانید 10% درآمد را پسنداز کنی، همین امروز با 1% درآمدت شروع کن و آن را به جای بریز و سرمایه گذاری کن. در آغاز هر ماه این مبلغ را بردار. حتی پیش از آن که شروع کنی به پرداخت دیگر کارهایت، زندگیت را با باقی 99% درآمدت بگذرانید. وقتی دیدی زندگیتان با 99% به آسانی میگذرد، سطح پسنداز را به 2% درآمد، سپس 3 و سپس 4% و غیره افزایش دهید. در یک سال شما 10% و حتی 15% و 20% درآمدتان را پسنداز خواهید کرد و به آسانی و باوری زندگیتان را سپری خواهید نمود. به این ترتیب پسنداز و حساب سپرده به سرمایه گذاری شروع کنید و به رشد کردن خواهید رسید و درباره هزینه هایتان دقیق تر خواهید شد و بیهوده کاری هایتان شروع به کم شدن خواهند کرد. در مدت 1 سال یا 2 سال زندگی مالی شما کاملا تحت کنترل خواهد بود و شما راه را طی خواهید کرد که به ثروتمند شدن خود ساخته نزدیک می شود. این روش برای هر کس، حتی افرادی بازنشسته، قابل اجرا است. آن را امتحان کنید و نتیجه معجزه‌های آن را ببینید. خوب عزیزان، بیاید تمرین عملی را پیشکش شما میگردانم.
خوب دقت کنید که امروز یک حساب مخصوص پسنداز باز کنید. مبلغ به عنوان ذخیره در این صورت حساب بریزید. حتی اگر این مبلغ خیلی ناچیز باشد، سپس در هر فرصت سعی کنید به این حساب اضافه کنید. شروع کنید به مطالعه درباره روش پول درآوردن تا بدانید که چگونه می توانید آن را زیاد کنید. کتاب ها و مجله های تخصصی در رابطه با این موضوع را بخوانید. هرگز از پسنداز کردن، آموختن و افزایش سرمایه‌تان غافل نشوید تا بتوانید به استقلال مالی دست پیدا کنید. خب عزیزان، این پایان درس 8 ما بود، بخشیده شده بود با پسنداز کردن. و خب عزیزان، پسنداز کردن را تمرین کنید و این یک فرمول های تجربه شده سطح جهانی است که همه به این کار مشغول می شوند و هیچ وقت از پسنداز کردن نهراسید و واقعا این پسنداز کردن از شما اراده قوی طلب می کند و من باوری کامل دارم که چون شما این نوار را می بینید اراده قوی دارید و حتما می توانید موفق شوید. خب سوال وابسته به این موضوع اگر دارید لطفا نویسید و ما حتما به شما پاسخ میدیم. تا درس های دیگر، یعنی هفته دیگر روز دوشنبه، برنامه نوی ما را پذیرا باشید. موفق و سربلند میمانید.